پرتقالو بگیری. خب این پرتقال پرتقالو از وسط نصف کنی. کلاهای داخلشو خارج کنی. انتهای پرتقالو یه چاقو سوراخ کنی. میاری میبری. نه ببریم. بدون خلال دندون میاری رو میندازیم توی نه. یه برش از این قسمت هم یه برش. خلال دندون رو بکنیم تو نه. خلال دندون. چیز بود. فرو میکنیم داخل پرتقال. اینو بکنیم تو پرتقال. اون لیوان میاریم. دوباره فرو میکنیم داخل لیوان. یه دونه دیگه نمیاریم. فرو میکنیم به پرتقال. باکو میاریم. آلومینیومی رو میذاریم بالاش. سوراخ میکنیم. زربرق آماده واسه پیپر. پرتقال میاریم بالای زربرق. بچه جواب داد برگام.